خب میخوام به تصویری که روبرودونه تا میشه دقت کنید، چه شباهت‌ها و چه تفاوت‌هایی داره. یا ای که میگن شیطون تو جزئیات یعنی چی؟ سمتی راستی نیشی عقربه، کنارش نیشی روتیله، بی میشه نیشی مار و سمتی چپی سوزنه. چیزی که ما همه جا دیدیم، چیزی هست که همه میدونیم. ای کاملا شباهت داره به نیشی مار یا که به نیشی هر چیزی دیگه ای. حالا باید اینجوری بدون بگم که چه ربطی داره به این که میگن شیطون تو جزئیاته. شاید هیچکی اصلا نشنیده باشه، نمیدونم، همه ما شنیدیم ولی خب همیشه میخوایم حاشا کنیم که شیطون خودش رو شکلی مار کرده تو جهنم، که شیطون شروع کرده به خندوندن و جوک گفتن و کمدی بازی در آوردن جلو آدم و هوا تا بتونه گولشون بزنه. جریان از چه قراره که بعدی حتی اتفاقایی که 3 سال پیش گذشته تا الان خیلیا گفتن واکسن بده، بازم دارن به بچه‌هاشون واکسن میزنن. بذار اینو براتون بگم، یکی از بزرگترین گناه‌ها، مثلا فکر نکنید لواطکاری یا چه میدونم دزدی یا چیزا، نه، بزرگترین گناه‌ها اینه که یه بلایی بدی و سر یه بچه بیاری، یه چیزی رو بدی بهش یاد بدی، یا که مسمومش کنی، یا که آزار و اذیتش بدی. این بزرگترین گناهه. یعنی تقریبا خدا ممکن اصلا با اون حرف نزنه روز قیامت یا روزی جزا یا روزی که قراره بریم تو دادگاهش. پس دقت بکنید، این اشتباهی که نباید تکرار کرد. حالا ای که شیطون شکلی ماره، جزئیاتی واکسن و چه میدونم سوزن همه کاملا شبیه ماره. یا ای که ممکن از یه پدر و مادر بپرسی که آقا تو به بچت واکسن میزنی؟ میگه آره. میگه خب میدونی تو واکسن چیه؟ میگه نه. خب اگه نمیدونی بی خود میکنی بزنی، اگه بدونیم که مطمئنم هیچ کدوم از ما نمیدونیم، بدونیم اصلا کاری عادی نیست، عذاب آوره، اصلا کاریه که میتونی راحت احساس کنی اشتباهه. خیلی وقتا من دیدم تو اقواممون هستن کسایی که واکسن زدن فلج شدن، یا که واکسن زدند و بعد چند وقت خیلی سختی کشیدند و مردند. هستن تو فک و فامیل، خیلی هستن، خیلی از نوزاده اصلا بعدی واکسن زدن میمیرن. داستانشو شنیدم فراوون که اصلا نیازی نیست توضیح بدم، میدونم هممون این اشخاصو داریم. حالا این که بچه بیمیره یا نمیره یا که خطرناک باشه واسه بچه مسئله نیست، مسئله اینه که این کار اشتباهه، این کاری شیطونه. من نمیدونم شما چه فکری میتونید بکنید، خودتون رو میتونید گول بزنید ولی خدا رو هیچ وقت نمیتونید گول بزنید. حالا بریم سریع مسئله حرف بزنیم که آقا این پدر مادرها این بلاوار دارن سری بچه‌هاشونو میارن. ما الان جایی هستیم که اصلا میگند میدونیم آخرالزمونه. حالا اونایی که مسلمونن ادعا کنن ما مسلمونیم، ما خدا رو قبول داریم، این کارو بکنن، اینو نمیشه ازش گذشت کرد. یا یکی میگه من خدا رو قبول ندارم، دوست دارم به بچه‌م واکسن بزنم یا دوست دارم این بلاوار سرش بیارم. حالا بذارید یه جزئیات واسهتون بگم. میدونید که هر وقت واکسن میزنه، مخصوصا واکسنی نوزادی از بدوی تولد، یعنی بدترین کارا همینه، بدوی تولد واکسن رو میزنن. خیلی بچه‌ها مثلا میگن بچه‌ها زردی گرفتن یا بچه‌ها مثلا مریض شدن یا فلان شدن، فکر کرد مثلا خیلی اتفاقا اصلا بچه‌ها تا واکسن میزنن منگ میشن. واکسن خیلی تأثیرا رو داره، خیلی تأثیراتی که حتی ما نمیدونیم. خودتون رو گول نزنید. اون کسایی که میگن ما خدا رو قبول نداریم این کارو انجام نمیدیم، خب باشه، تو میخوای به بچه اذیت کنی، فردا باید جواب خدا رو بدی. اون کسی که خودشو مسلمان میدونه خدا رو قبول داره چی؟ او مثلا میتونه بگه که نه یه کاری عادیه، امکان نداره بخوای بگی این کاری اسلامیه یا خدا واکسن رو فرستاده. میدونید کیای حرفا رو میزنن؟ یه مش شیطون پرستی حرفا رو میزنن، میگن واکسن خدا رو فرستاده. نه اگه واکسن خوب بود که خدا با حضرت آدم میفرستاد پایین. اگه تکنولوژی و چه میدونم برق و اینترنت و این چیزایی که ما الان داریم و سخت جنین خوب بود، خدا میفرستاد پایین. ببینید دقت کنید، وقتی که یه اتفاقایی افتاد خیلی اومدن گفتن ما مسلمونیم بیاید واکسن بزنید، ما مسلمونیم بیاید وارد شهر بشیم، به اسم اسلام وارد شدن، به اسم اسلام دارن گولمون میزنن، به اسم اسلام که یه خورده آدم مؤمن رو جمع کردن دوروبری خودشون، به گناه واداشتنشون. شروع کردن یه دفعه لباس عوض کنن، بگن ما از طرف اسلامیم بیاید وارد شهر بشید، ما از طرف اسلامیم بیاید از برق استفاده کنید، ما از طرف اسلام اومدیم، ما از طرف خدا اومدیم، بیاید راحت باشید تو شهرها، بیاید ادامه بدید به لباس کاریتون، باور کنید که خدا با این کارو موافقه. خودتون هم میدونید یه مسلمان نمیتونه بگه که واکسن درسته، چون اگه درست بود خدا با حضرت آدم میفرستادش پایین. خدا تو قرآن چندین بار بهش اشاره میکرد. این چیزایی که آدما نمیدونم چرا واقعا میخوان ازش گذشت بکنن، که اگه چیزا واقعا خوب باشه خدا
بهش تأکید داره. میدونم خیلی ها میگن که آقا نه مثلا زمین همزمان میگرده، هم فلان، هم قرآن قبول داریم، هم خدا رو قبول داریم. امکان نداره. آخر زمان وقتیه که مرزا تعیین میشه، بینی خوب و بد فرق ایجاد میشه. الان خوب و بد با هم قاطیه. یکی اسم خدا رو میاره 1000 جو گناه میکنه. بذارید اینو بهتون بگم، نمیدونم میدونید یا نه، شیطون کسیه که حافظی قرآنه، قرآنو ازبره. خیلی ها میدونن. اگه از بزرگتراتون بپرسید، حالا ما واکسن زدیم، اونا یه خورده کمتر از ما زدن، ازشون بپرسید بدون میگن. اگه بزرگتری مونده باشه بعدی اتفاقاتی که گذشته، ازشون بپرسید بگید آقا واکسن خوبه یا بد. نپرسید واکسن خوبه یا، بگید آقا شیطون حافظ قرآن هست یا نه، میگن آره. اصلا خیلی مواقع شیطون لباس خدا به تن میکنه، لباس چه میدونم پیغمبر رو به تن میکنه و وارد میشه. حالا خیلی هم میگن که آقا مثلا سخت جنین مشکلی نداره، تا 3 ماه اشکال نداره. تو بیخود کردی به چه بیگناه تا 3 ماه اشکال نداره؟ تو شکم مادرش بکشی، یکی از شیطانی ترین کارهای ممکنه. اصلا شیطون معروفه به شیطونی که یا که خدایی که عشقش اینه که مثلا بچه‌ها رو قربانی کنه. قربانی کردن نوزادان یکی از علایقشه شیطون. حالا یه اتفاق داره الان میفته، خیلی هستن به اسم اسلام میگن نه اشکالی نداره، حالا تا 3 ماه. تو واقعا بیخود کردی، اسم خودتو مسلمون نذار. و اینکه حالا خیلی ای کارو میکنن، ولی خب تاش میخوای بگی چی؟ همه چی میتابه، همش به ضرری شیطون خودتون تموم میشه. شما الان خدا رو انکار میکنید، ولی خب روز قیامت میخواید چیکار کنید؟ جلو خدا میخواید چیکار کنید؟ میخواید بگید که من مجبور بودم به بچم واکسن زدم؟ ببینید هیچ اجباری در کار نیست واسه واکسن زدن به بچه. شما ممکنه بگید که نه ما مجبوریم برای که قبلی برن مدرسه بهشون واکسن بزنیم. ببینید شیطون شرایط داره، شیطون با تقریبا میشه گفتش توافق پیش میره یا با قرارداد پیش میره. ممکنه احتمال این خیلی زیاده که بدون، خیلی زیاد که نه مطمئنم، بدون که واکسن بزنید حتما میتونید بچه‌تون رو بفرستید مدرسه. آقا گفتن نه باید حتما واکسن بزنید تا ما بیاریم تو مدرسه. میتونی بگی که مثلا من بچه‌مو میبرم تو خونه خودم تعلیمش میدم، بهترین کاری ممکن، چون بچه‌ها میرن مدرسه فقط لواطکاری انواع کثافتکاری‌ها رو یاد میگیرن. هم تو خوب میدونیم این قضیه رو، هم تو تمامی چیزا رو میدونیم که بچه‌ها چه جور بچه‌ای تو مدرسه هستن، چیا رو از هم یاد میگیرن، چه کارهایی انجام میدن. حالا ممکنه خوبش من و تو باشیم، ولی میدونی که بعداش خیلی، یا که تو راهی مدرسه چه اتفاقی سر بچه‌ها میفته. اینا بیگناهن. این کارهایی که ما سر بچه‌هامون میاریم باید همیشه جواب بدیم جلو خدا. و اینکه باید بدونیم که یه خورده بخوایم ادامه بدیم، خدا زیر پا رو خالی میکنه. حالا چه الان چه نه، خدا صبوره، کمترین صبری خدا 40 ساله. حالا بخواید ادامه، میگی آقا من بچه‌مو مثلا میبرم تعلیم خونگی میدم، چرا نشه؟ میشه واقعا تعلیم خونگی داد. من که اصلا مخالف تعلیم و این چیزام، ولی تو خونه میتونی بچه تعلیم بدی، بره مثلا امتحان بده. اگه بچه تو خونه تعلیم بدی یا که تعلیم خانگی بهش بدی، بهت قول، و اینکه معلمش هم میتونه خودت باشه. اگه میگی پول معلم نه، خودت باش، چه اشکالی داره؟ حالا او کسی که بچه‌شو تو خونه نگه می‌داره، یا که مثلا چه میدونم خونه باغ داره، بهتر از خونه باغ نداریم، یا که مثلا جایی داره که بچه میتونه آقا وقتش رو بگذرونه. تو آپارتمان خیلی سخت میشه، ولی بازم شدنیه. ولی که آقا یه خونه باغ باشه، خونه باشه که حیاط داشته باشه، خیلی راحت تره. حالا اگه بچه تعلیم بدی، بهت قول میدم بچه تا بهش یه چیز بگی برنمیگرده بهت فوش بده، آب بزنه تو گوشت. میدونید بچه‌ها الان چی جوری شدن؟ فوش میدن، میزنن، ازدون متنفر میشن وقتی بفرستیدنش رو مدرسه. ازدون متنفر میشن وقتی بهشون واکسن بزنید. این یه چیزیه که هست، ما نمیتونیم انکارش بکنیم. فکر کردید بچه‌هایی که مثلا 100 سال پیش 200 سال پیش بودن این کارا رو میکردن، فرقشون با ما چیه؟ فرقشون اینه که اونا به بچه‌هاشون واکسن نزدن، بچه‌هاشون رو نفرستادن مدرسه. واکسن نیشی شیطونه. ای شیطونه که تو جزئیاته، ای یه کاری شیطانیه، تزریقی سم. اصلا اینه که مار همه ما رو گزیده که بگه آقا ما رو صاحب شده، به زودی ما رو میبلعه. دیگه چی جوری بدون بگم؟ همین مکسی که کردم کافی نبود؟ خب میتونید تعلیم خونگی بدید. آقا میگید اصلا فلان، نه اصلا تعلیم ندید، اصلا بهشون نمیخواد سواد یاد بگیرید. چیکار؟ والا من داشتم با یکی از اقوام حرف میزدم، بحثی شد که آقا مدرسه رفتن بیفایده است. اونم واقعا با موافقت کرد، گفت آره ما رفتیم مثلا مدرسه چیکار کردیم، چه فایده. گفتش که من بهش گفتم که کاش که هم فقط یه سواد یاد میگرفتیم کافی بود، یه سواد خوندن. گفتش همون هم نمیخواست.
بعد یه خورده بهش فکر کردم واقعا راست میگه. اگه من بخوام سواد داشته باشم خودم میرم پیش. مثلا آقا من نمیخوام مثلا اغراق بکنم یا ادعا بکنم یا که مثلا پوز بدم، نه من انگلیسیم خیلی خوبه. اگه کانال یوتیوب انگلیسیمو نگاه کنید روون حرف میزنم، نسبت به خیلی روون حرف میزنم، حتی لهجه مثلا فارسی هم توش اصلا خیلی کمه. حالا من فکر کردی کلاس رفتم، فکر کرد مثلا نمره انگلیسیم تو مدرسه بوده 26 یا 68؟ نه، کلا من انگلیسیمو همیشه میافتادم. از همون بچگی میدونم اون کسایی که مثلا تو مدرسه همیشه پی درس نبودن اینا عاقل ترین بودن. شیطون همه چیزو برعکس میخواد بکنه، اونایی که درس میخونن عاقلن، ولی نه، اونایی که واقعا نیم خوندن. ما یه کلاس داشتیم، اینو بدون بگم پادکست تموم کنم، یه کلاس داشتیم که فوق العاده بچه‌ها باهوشی توش بودن، فوق العاده. کلاس ریاضی بود. چرا میگم باهوش بودن؟ چون همشون از دم میافتادن، چون همشون از سال اول با معلم بحث کردن، گفتن درس خوندن فایده نداره. گفتن از هم حالا اونایی که گفتن ما هم حالا باید بریم سر کار یا مثلا بریم فلان کنیم، خیلیاشون الان بچه دارن، الان موفق ترین آدما اونان، کسایی که واقعا رفتن بالا. درس خونه چی طور شدن؟ درس خونه رفتن مدرسه افتادن، یا که بعضیاشون رو میشناسم لواطکارن، اینجا تاب میخورن. یه اتفاق گندی افتاده مثلا بین اونها درس خونه نخونه. اینی که میگم قطعی نیست اونایی که مثلا نمره گرفتن خوبن، اونایی که نمره گرفتن بدن، اونایی که نمره نگرفتن خوبن، نه اینجوری نیست. ولی بدون میگم اون کلاسی که من توش بودم عاقل ترین بودن، از همون اول تصمیم گرفتن، بچه دار شدن، زن دارن، خونه دارن، همه چی تشکیل دادن. و ای که اینجوری بدون بگم که از همون اول گفتن آره درس خوندن واقعا فایده نداره، واقعا کاری درسته کردن. من از اینجا فهمیدم اون کلاسی که توشیم واقعا باهوشترین کلاسی سطحی شهرمونه. حالا اینجوری بدون بگم که بچه‌هاتون بیگناهن، بچه‌هاتون اگه بخواید بلا سرشون بیاری واکسن بزنی این کارا رو بکنی، نه ببینید شیطون با قرارداد پیش میره، همیشه با قرارداد پیش میره. هر چیزی اصولی داره، من این اصول رو میدونم. خیلی وقتا شیطون همیشه با تهدید کارشو پیش میبره. اینو بدون بگم و برم، شیطون همیشه با تهدید، مثلا اگه واکسن نزنی از کار اخراجت میکنم، اگه واکسن نزنی فلان میکنم، اگه این کار نکنی گواهی نامه نداشته باشی تو خیابون. نه هر چیزی اصولی داره، خدا بالا سره. شیطون همیشه تهدیداش جوریه که خدا وجود نداره، ولی همه میدونیم واقعیت جوریه که خدا وجود داره، اونم بالا سری همه ایماست و همه ما رو از خودش آفریده. خیلی ممنون که تماشا کردید و بعداً میبینمتون.